سلام بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. در آغاز با سرخط خبرها آشنا گردید. نشانه های بحران اقتصادی نمایان‌تر می شود. بار اول در 5 سال اخیر بودجه کشور اجرا نشد. باز یک ممنونیت دیگر، زیارت خانه خدا اکنون بعد 35 سالگی اجازه داده می شود. در سوخت باز یک دفتر حزب نهضت را بستند. ما هم یک وقتها جوان بودیم. دعوت امام علی رحمان به علم و هنر از دانشجویان تاجیک. در تاجیکستان ارزش اسعار واحد پول تاجیکی نسبت اسعار خارجی خیلی ارزان می شود. اولین مراتب در 5 سال اخیر بودجه دولت اجرا نشد، زیرا $1 آمریکایی صبح امروز 2 برابر گرانی کرده به 6 سامانی و 33 درم و 6 سامانی و 35 درم برابر شده است. بانک ملی شروع از سری سال ارزش را داشته ایستاده است. حجم عمومی بودجه در 3 ماه اول سال 2015 تنها 95% نقشه اجرا کرد. نوابسته از بحران اقتصادی حجم مصرفات به $60 میلیون بالا رفت. اندازه گردش سودای خارجی تاجیکستان در 3 ماه اول سال روان بیش از $950 میلیون را تشکیل داد که این 11.8% کمتر نسبت به ماه‌های ینوری مارس سال گذشته است. دولت را همچنین یک قانونیتی رو در سیستم بازار شناختن ممکن است، چون که حالتهای بحران بازار که عموما پس بلندشوی مثلا سطح درآمد بودجه پس بلندشوی نرخ در بازارها این رو همچنین قانونیت باید ما بشناسیم و از این مثلا پایان روی یا بالا روی درآمدها باید که یک آموزشی برای خود بگیریم. حالتهای پسروی درآمد درجه درآمد بودجه ما همچنین یک درس می شود که ما نظر به امکانات‌های داخلی جمهوری بکنیم و امکانات‌های داخلی جمهوری کم نیستند. جوانان تا 35 ساله تاجیک حق سفر حج را ندارند، زیرا در نوبت بزرگسالان زیادند. مسئله کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان با نشر بیانیه رسمی محروم شدن شهروندان تا 35 ساله کشور از حق سفر به حج را چنین شرح دادند. در همین حال قسمی از شهروندان پیشنهاد دارند که مقامات تاجیکستان از عربستان سعودی تقاضای افزایش حجم کوته زائرین را زیاد کند، زیرا شماره قانونی کوته به تاجیکستان پیشنهاد شده حتی با مقررات قانونی حج عربستان سعودی موافق نیست. خاطر رسا میکنیم که طبق قاعده های وزارت حج سعودیه برای هر میلیون ساکن کشور مسلمان 1000 کوته جدا کرده می شود. تاجیکستان که اهالیش زیاده از 8 میلیون نفر است، باید نه کمتر از 8000 جای برای زائران تاجیک جدا گردد. گفتنی است که 5 سال پیش مقامات تاجیکستان اعلان کرده بودند که حج فرضی و عمره تنها به ساکنانی از 18 تا 80 ساله اجازه داده می شود. جوانهای تا 35 ساله وقتی حاجی نیستند ریش نمی مانند و به سیاست دولت مشکلات پیش نمی آورند. مسئله که شما زمین گذاشتید اون که تا 35 ساله ها موقتا سفرشون به حج باز داشته بشه، فقط به خاطر اون است که آنهایی که سینشون به حج رسیده است نیت و توان حج دارند با آنها امکان و فرصت داده شود که ادای حج بکنند. در شهر خوجند بار 4 است که مقامات محلی دفتر نمایندگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را می‌بندند. مسئولین دفتر حزب را با بهانه اصلاح نشدن کمبودی بهداشت آتش نشانی مهر زدند. همزمان حین تفتیشات ناگهانی در برابر کارمندان آتش نشانی نمایندگان کمیته دین نیز حضور داشتند. الهام جان یعقوبوف رئیس شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت در صحبت با نشریه حزب نهضت گفت آنها عاملان بسته شدن دفتر ولایت حزب را وجود داشتن بعضی از کمبودی ها در ناقلان برقی و ساختار نشانی گفتند، اما مسئله این است که وقتی دفتر کاری بسته می شود راه و چگونه رفع کردن کمبودی ها هم بسته می گردد. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبر کوتاه منظر شما می گردانیم.
بنابر اطلاع بانک جهانی، تاجیکستان همچون کشوری شناخته شد که از حواله پولی مهاجرانش سخت وابسته است. برای دستگیری قرضگیرندگانی که از جهش قرب دلار آمریکایی در کشور ضرر دیدند، از تشکیلات‌های قرضی تاجیکستان می‌توانند با سامانی طبق قربی که بانک ملی معین کرده است برگردانند و تشکیلات‌های قرضی حق طلب مبلغ بیشتری را ندارند. در مالزیا قرعه‌پردازی برای برگزاری بازی‌های انتخابی جام جهان 2018 برگزار گردید. طبق آن تیم ملی تاجیکستان با دسته‌های استرالیا، اردن، بنگلادش و قرقیزستان قوه‌آزمایی خواهد کرد. حالا تیم ملی کشور در رده‌بندی فیفا 2 زینه پایان رفته در زینه 143 قرار گرفته است. سال گذشته حجم استحصال محصولات نساجی و دوزندگی در قرقیزستان 17% کاهش یافته است. صادرات اساسی محصولات قرقیزی به بازارهای روسیه و قزاقستان است. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سفر رسمی به کره جنوبی با دانشجویان تاجیک ملاقات کرد. رئیس جمهور در این ملاقات تاکید کرد که دانش آموزی در خارج از کشور و دانشجویان امکان می‌دهد که دانش و فناوری‌های معاصر را فرا گیرند. کشوردار افزود که هر سال در دانشگاه‌های کشور بیش از 170,000 دانش آموزان در خارج از کشور بیش از 30,000 دانشجو تحصیل می‌کنند، ولی این تعداد نیازهای امروزی کشور را برآورده نمی‌سازد. اون چیزی که من امروز اشاره کرده ایستادم که 30,000 جوانان ما مثل شما امروز در آبرومندترین دانشکده‌های بین الملل در دنیا تحصیل کرده ایستادند. در ده‌ها کشورهای پیشرفته دنیا تحصیل کرده ایستادند. اگر صاحب استقلالیت نمی‌شدیم، استقلالیت دولتی، به این نیت و مقصدمون می‌رسیم. نه. از روی هم گیوگرافی خریطه در میگفتیم که کره کجا بود؟ کدام کشور در کجا بود؟ $100 میلیون ما امروز تکنولوژی و تجهیزات طبی زمانوی وارد کرده است. لیکن کم است متخصصان در داخل کشور که آن را اداره کرده و استفاده نمود. بینیاد کم است. مهاجران در روسیه هنگام دریافت مجوز کار دیگر دوباره انگشت‌نگاری نمی‌شوند. چون این طرح را سازمان مهاجرت روسیه تهیه و پیشنهاد خواهد کرد. آنجا امکانی از معاینه طبی گذشتن امتحان‌ها را از زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری فدراسیون روسیه سپاریده، صاحب سرتیفیکات شدن، سپورت طبی را خریدن و صاحب پتنت کاری گشتن را دارد. اما هر دفعه مهاجران را لازم می‌آید که برای سپردن ایزهای انگشتان مراجعت نمایند. امروز در برلین برخی از مخالفین حکومت کنونی تاجیکستان خواستار استعفای رئیس جمهور امامعلی رحمان شدند. این گرد همایی‌ها را طرفدار ائتلاف تاجیکستان نو و گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان غیر قانونی اعتراف شده، آن را همچون گروه اکستریمیستی اعلان شده است، برگزار کردند. هدف از برگزاری این گرد همایی اعتراضی را ددجان عطاالله رهبری گروه وطندار چنین شرح داد. امروز در برلین من بسیار خرسند هستم، شاد هستم که یک گرد همایی شهروندان تاجیکستان برگزار گردید. در آن جوانان از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان، از ختلان و بدخشان و زرافشان و رشتان جمع آمده بودند و آنها صدای آزادی می‌زدند، بانگ آزادی می‌زدند و از حکومت و طلبات اساسی آنها استعفای رحمان و آزاد کردن محبوسان سیاسی زید سعید و محمد رضا اسکندر و شهرت قدرت و یعقوب سلیم و مقصود ابراهیم و دیگران بود. در همینجا برنامه ما به پایان رسید. خدایا رو مددگارتان بود.